They did not know who he was because he was hidden. And the work of the New Testament. Place in the Bible where the unambiguous statement. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از افتتاحیه جام جهانی در قطر در رسانه‌ها خبر سخنرانی دکتر صاحب در همه جا پخش شده بود، اما جام جهانی افتتاح شد و دکتر صاحب ذاکر دیدن نشد. ویدیوهای هم از دکتر صاحب در صفحات مجازی پخش شده است که گویا او در قطر حضور پیدا کرده و یک تعداد را مسلمان ساخته است. ما در این ویدیو تمام حقایق را بیان خواهیم کرد، اما قبل از ادامه این ویدیو را لایک نمایید تا همه از این موضوع آگاه شوند. جام جهانی قطر با تلاوت زیبای قرآن عظیم شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. از بزرگترین دستاورد اسلام در میزبانی قطر از جام جهانی 2022 شنیدن آذان محمدی توسط هر آن غیر مسلمان می باشد که برای تماشای بازی ها در قطر حضور پیدا کرده است. اشهد ان یک ویدیو دیگر هم در صفحات مجازی نشر شده است که نشان می دهد یک جماعت بزرگ در میدان فوتبال در حال انجام نماز جماعت می باشند. الله اکبر سمع الله لمن حمده الله اکبر. حالا اصل موضوع آن است که قطر دکتر صاحب ذاکر نایک را برای سخنرانی دعوت کرده بود که صدها رسانه هندی را خشمگین ساخت، چون رسانه های هندی و غربی دشمن اصلی اسلام و دکتر صاحب ذاکر نایک می باشد. چون که دکتر صاحب ذاکر از جمله تحت تعقیب ترین فرد در هندوستان است و در این اواخر در مالزیا زندگی می کند و جناب دکتر صاحب ذاکر هم به دعوت قطر از مالزیا به قطر سفر نمود و این کار قطر باعث شد که رسانه های هندی ابراز دارند که دیگر هند قطر را به چشم خوب نمی بیند. حالا دکتر صاحب ذاکر نایک در قطر حضور دارد و سخنرانی هم انجام داده است و یک تعداد زیاد هم به دین اسلام مشرف شده اند. اما چرا سخنرانی جناب نایک را در تلویزیون و شروع افتتاحیه نشر ننمودند؟ چون که قطر هدف نداشت که دکتر صاحب در شروع بازی ها سخنرانی کند، بلکه برای دکتر صاحب ذاکر نایک یک مکان دیگر و جدا از جام جهانی انتخاب شده است تا دکتر صاحب در تمام جریان مسابقات از شروع تا ختم در مکان دیگر سخنرانی خواهند داشت و افرادی که سوال می کنند و یا می خواهند در این سخنرانی اشتراک کنند می توانند اشتراک نمایند. البته سخنرانی های دکتر صاحب همه روز و شب با وقت معین برگزار می شود. از اولین سخنرانی دکتر صاحب ویدیوهای به دسترس ما قرار گرفته که نشان می دهد یک تعداد به دین اسلام به دستان دکتر صاحب ذاکر مسلمان می شوند و مناظره یک دختر عیسوی با دکتر صاحب نیز در قطر صورت گرفته که خیلی ها چالش برانگیز است. ان شاء الله ویدیو مکمل آن را به زودترین فرصت دریافت نموده برایتان دوبله خواهیم کرد. Jesus is the word of God and himself he is God. The Bible says he gave him the name that is above every other name, which is the word. طبق وعده ما این کانال سخنرانی دکتر صاحب در قطر را برای شما نشر خواهد نمود، اما حالا به خاطر نبود ویدیوهای مکمل نشر این سخنرانی ها شاید چند روز را در بر بگیرد. اما تا آن لحظه از شما تقاضا می نمایم که این ویدیو را حتما لایک نموده این کانال اسلامی را سابسکرایب نمایید. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدار.